اگر همچنان بر این باور هستید که مصرف هر ماده غذایی ارتباطی به سلامت مغز ندارد، باید اشاره کنیم که سخت در اشتباهید. زیرا طبق تحقیقات جدیدی که در دانشگاه هاروارد در حوزه نوروسایکولوژی صورت گرفته، بعضی از خوردنی‌ها برای مغز مضر هستند. مصرف خوراکی‌های خطرناک برای مغز علاوه بر این که می‌تواند روی بخش شناختی، حافظه و تشخیص کلمات تأثیر بگذارد، به مرور افراد را با بیماری‌های مزمن، قلبی و عروقی و دیابت دچار می‌کند. حالا ممکنه این سوال در ذهن شما به وجود بیاد که خوراکی‌های خطرناک برای مغز چه چیزایی هستند؟ عزیزانم، قبل از اینکه بریم به ادامه ویدیو، ممنونم ازتون که دکمه لایک رو زدید و من رو دلگرم کردید. اگر در حال قدم زدن در فروشگاه محبوبتان هستید و سبد غذایی خود را پر از میوه‌هایی مثل توت‌های رنگارنگ کرده اید و به دنبال ماهی قزل‌آلا و سالمون می‌گردید، باید بگوییم که مسیر تغذیه شما درست است و سلامت مغز شما حتی در کهنسالی و پیری تأمین می‌شود. اما اگر به دنبال فرآورده‌های غذایی مثل کره و هر نوع غذای پرچرب هستید و قند مصنوعی را ترجیح می‌دهید، باید اشاره کنم که این مواد غذایی دشمنان مغز شما حساب می‌شوند. پیش‌بینی‌ها نشون میده که تا سال 2030 بیش از 65 میلیون نفر در سراسر جهان به زوال عقل مبتلا خواهند شد. فقط کافیه که شما با حذف این مواد غذایی که در ادامه اشاره می‌کنیم و جزء مواد خوراکی خطرناک برای مغز هستند، خطر ابتلا به بیماری‌های مرتبط با مغز رو کاهش دهید. مورد اول، نوشیدنی‌های شیرین شده. یکی از بدترین مواد غذایی برای مغز نوشیدنی‌های شیرین شده هستش که میتونه شامل نوشابه، نوشیدنی‌های انرژیزا و آب میوه‌ها شوند. مصرف زیاد نوشیدنی‌های شیرین نه تنها اندازه دوره کمر شما رو افزایش میده و خطر ابتلا به دیابت نوع 2 و بیماری قلبی رو بیشتر میکنه، بلکه تاثیر منفی بر مغز شما نیز داره و خطر ابتلا به بیماری آلزایمر رو افزایش میده. علاوه بر این، سطح بالای قند خون میتونه خطر زوال عقل رو حتی در افرادی که دیابت ندارن نیز افزایش بده. مهمترین مواد تشکیل دهنده بسیاری از نوشیدنی‌های شیرین شربت ذرت با فروکتوز بالا هستش که شامل 55% فروکتوز و 45% گلوکوزه. مصرف زیاد فروکتوز میتونه منجر به چاقی، افزایش فشار خون، افزایش چربی‌های خون، دیابت و اختلال در عملکرد رگ‌ها و شریان‌ها بشه. این جنبه‌های سندروم متابولیک ممکنه منجر به افزایش خطر طولانی مدت ابتلا به زوال عقل بشه. همچنین میتونه منجر به مقاومت در برابر انسولین بشه و عملکرد مغز و حافظه و یادگیری رو کاهش بده. مورد دوم، کربوهیدرات‌های تصفیه شده. دومین نوع خوراکی خطرناک برای مغز کربوهیدرات‌های تصفیه شده هستند که شامل قندها و دانه‌های تغییر داده شده مثل آرد سفید میشن. به طور کلی این نوع کربوهیدرات‌ها دارای شاخص گلیسمی بالایی هستند. این بدان معنیه که بدن شما آنها رو به سرعت هضم میکنه و همین باعث افزایش سطح قند خون و انسولین میشه. همچنین زمانی که این غذاها در مقادیر بیشتر مصرف میشن، اغلب دارای بار گلیسمی بالایی هستند. این شاخص به میزان افزایش قند خون توسط یک غذا بر اساس اندازه وعده اشاره داره. مشخص شده که غذاهایی که بار گلیسمی بالایی دارن عملکرد مغز رو مختل میکنن. تحقیقات نشون داده که حتی یک وعده غذایی که میزان گلیسمی بالایی داشته باشه میتونه روی حافظه کودکان و هم در بزرگسالان تاثیر بگذاره. این تاثیر بر حافظه ممکنه به دلیل التهاب در بخش هیپوکامپ مغز رخ بده که در برخی از جنبه‌های حافظه تاثیر میذاره. در اثر استفاده از بدترین مواد غذایی برای مغز که یکی از آنها کربوهیدرات‌های تصفیه شده هست، التهاب افزایش پیدا میکنه. التهاب به عنوان یک عامل خطر و آسیبزا برای بروز بیماری آلزایمر و زوال عقل شناخته میشه. مورد سوم، غذاهایی با درصد بالای چربی‌های اشباع شده. چربی‌های اشباع شده نوعی چربی ناسالم هستند که میتونن بر سلامت مغز تاثیر زننده‌ای داشته باشن. هرچند که چربی‌های اشباع شده به صورت طبیعی در محصولات حیوانی مانند گوشت و لبنیات وجود داره و منظور ما این نوع چربی نیست. منظور ما چربی‌های اشباع شده‌ای هستند که به صورت صنعتی با نام روغن‌های سبزیجات هیدروژن شده تولید میشن. این چربی‌های اشباع شده مصنوعی که در گروه خوراکی خطرناک برای مغز قرار می‌گیرن میتونن در مواردی مانند کره نان، مارگارین، خامه، مواد خوراکی آماده مانند کیک‌های آماده و مواد شیرین بسته‌بندی شده یافت بشن. مطالعات نشون داده تا زمانی که افراد مقادیر بیشتری از چربی‌های اشباع شده رو مصرف می‌کنن، عموماً خطر بیماری آلزایمر، حافظه ضعیف، کاهش حجم مغز و کاهش شناختی رو دارن. مورد چهارم، غذاهای فرآوری شده.
از خوراکی‌های خطرناک برای مغز غذاهای فرآوری شده هستند. این نوع غذاها معمولاً شامل مقادیر زیادی قند، چربی اشباع شده غیر طبیعی و نمک میشن. این غذاها شامل چیپس، شیرینی، نودل فوری، ذرت بودده، سس‌ها و غذاهای آماده هستند و معمولاً کالری بالایی دارند و از مواد مغذی کمی برخوردارند. آنها دقیقاً باعث افزایش وزن میشن و میتونن تأثیر منفی بر سلامت مغز ما داشته باشن. مطالعات روی 300 نفر نشون داد که تجمع چربی اطراف اندام‌ها یا چربی احشایی با آسیب بافت مغز مرتبطه. همچنین مطالعه دیگری که روی 130 نفر صورت گرفت نشون داد که حتی در مراحل اولیه سندرم متابولیک کاهش قابل توجهی در بافت مغز دیده شده. به جای مصرف غذاهای فرآوری شده که بدترین مواد غذایی برای مغزن، میتونید غذاهای تازه و کامل مانند میوه‌ها و سبزیجات و دانه‌ها، حبوبات، گوشت و مرغ و ماهی بخورید. مورد پنجم، آسپارتام. آسپارتام یک شیرین کننده مصنوعی، یکی از غذاهای مضر برای مغزه که در بسیاری از محصولات بدون قند استفاده میشه. اغلب افراد زمان کاهش وزن از اون استفاده میکنن یا زمانی که دیابت دارن این شیرین کننده رو جایگزین شکر میکنن. با همه این اوصاف آسپارتام خوراکی خطرناک برای مغزه که با مشکلات رفتاری و شناختی مرتبطه. فنیلآلانین، یکی از مواد تشکیل دهنده آسپارتام، میتونه از سد خونی مغزی عبور کنه و انتقال دهنده‌های عصبی رو مختل کنه. علاوه بر این، آسپارتام یک عامل استرس‌زای شیمیاییه که امکان داره آسیب‌پذیری مغز رو در برابر استرس اکسیداتیو افزایش بده. مورد ششم، الکل. الکل جزو خوراکی‌های خطرناک برای مغز به شمار میره که مصرف بیش از حد اون میتونه روی سلامت مغز تاثیر بذاره. مصرف مزمن الکل منجر به کاهش حجم مغز، تغییرات متابولیک و اختلال در انتقال دهنده‌های عصبی بشه. اینها مواد شیمیایی هستند که مغز برای برقراری ارتباط از اونها استفاده میکنه. یکی دیگر از آثار بد الکل روی مغز اختلال در الگوهای خوابه و نوشیدن مقدار زیادی از آن قبل خواب با کیفیت پایین خواب نیز مرتبطه. مورد هفتم، غذاهای سرخ شده. اگر جزو کسانی هستید که به سلامت مغز خود اهمیت میدید و مایلید که در دوران پیری در آرامش کامل به سر ببرید، بهتر مصرف غذاهای سرخ شده را تا حد امکان محدود کنید، زیرا جزو بدترین خوراکی ها برای مغز به شمار میرن. معمولا افرادی که بیشتر غذاهای سرخ شده مصرف میکنن در تست‌های مهارت وضعیت خوبی ندارن و عملکرد مغز اونها پایینه. دلیل اون هم چرب بودن این نوع غذاهاست که به مرور روی قلب و سپس روی مغز تاثیر میذارن. این غذاهای لذیذ و وسوسه انگیز موجب افزایش التهاب بدن و مغز میشن و به خاطر بسته شدن رگ‌های خونی که به مغز متصل هستند به مرور تاثیر منفی روی بخش یادگیری و حافظه داره. مورد هشتم، گوشت‌های فرآوری شده. گوشت‌های فرآوری شده مانند ژامبون، هات‌داگ، سوسیس و سالامی حاوی ترکیباتی به نام نیتروزامین‌ها هستند. این ترکیبات موجب میشن که کبد چربی‌هایی تولید کنه که وقتی به مغز میرسن به عنوان مواد سمی عمل کنن. این چربی‌ها قابلیت آسیب‌زایی به سلول‌های مغزی رو دارن و میتونن علائم مرتبط با زوال عقل رو تشدید کنن. نیتروزامین‌ها همچنین در پنیرهای فرآوری شده، برخی انواع آبجو و غلات تصفیه شده نیز یافت میشه. یکی از بهترین کارهایی که میتونید برای مغز خود انجام دهید تا بهترین حالت ممکن را چه در سنین جوانی، چه میانسالی و چه پیری داشته باشید، پیروی از یک رژیم غذایی سالم و تازه است. نکته اینجاست که شما یک شبه نمیتونید سلامت مغز خود رو تغییر دهید، بلکه با استمرار و اینکه از همکنون با در پیش گرفتن رژیم درست و ایجاد تغییرات و استفاده از بهترین غذاها برای مغز میتونید روند اختلال در این عضو حیاتی رو کاهش دهید. مرسی که تا آخر این ویدیو هم همراه من بودید. میدونید که دوستتون دارم. فکت مدیا.